الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، خدمت تمامی بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب مفتی محمد یاسر کریمی، یکی از اعضای دارالفتاء دارالعلوم عالی هرات، خوشحالم که در خدمت تمامی بینندگان محترم قرار دارم و از بیاناتی که در این برنامه ها بیان میشه و در این ویدیوهای کوتاه بیان میشه امیدوارم که همگی بهره‌مند و مستفید شوند. نماز تراویح سنت مؤکده عینی برای مردان و زنان می باشه که هر مرد و زن مسلمان باید او انجام بده و او اقامه بکنه. البته امروز ما میبینیم که بعضی از تلویزیون ها نمازهای بعضی از مساجد در به طور مستقیم و زنده پخش میکنن و آیا ما میتوانیم که به امامی که در او مسجد قرار داره ولی ما در خانه هستیم یا در مکان دیگر هستیم برای او امام اقتدا بکنیم یا خیر؟ جواب اینه که از لحاظ دیدگاه شرع مقدس اسلام و آن چیزی که فقها بیان کردن، در میان مکان امام و مقتدی اتحاد شرط می باشه، به این معنا که باید امام و مقتدی در یک مکان واحد قرار داشته باشند و یا مکانی باشه که متصل به مسجد باشه. لذا اگر کسی در جای دیگر قرار داره ولی پخش زنده یک مسجد پخش شده و اونا مشاهده میکنه، اگر اقتدا به او امام بکنه، اقتدای از او طبق آن چیزی که فقها بیان کردن جواز نداره و صحت نداره. در قدم اول در رابطه به اذانها و آن تقسیم اوقاتی که طبق افق یک شهر یک تلویزیون اعلان میکنه یا که اذان پخش میکنه، باید دیده شود که آیا او اذان و یا او افقی که اونا بالاخره بیان میکنن و اونا اذان پخش میکنن آیا موافق تقسیم اوقاتی که در امون شهر توسط مراکز مهم و مراجع اصلی شرعی که پخش میشه از جمله از اوقاف یا مدارس بزرگ دینی او شهر، آیا موافق او تقسیم اوقات هست یا نه؟ در صورتی که از آن تلویزیون ها و یا رادیوها موافق به همون تقسیم اوقات اگر باشه، شرعاً میشه که به او بالاخره تکیه کرد و طبق از آن تلویزیون و یا رادیو افطار و یا سحری خود تنظیم کرد. اما اگر اختلاف در میان آنها موجود باشه و مشاهده بشه، یعنی فرق فاحش باشه، از مثلا 5 دقیقه بالاتر تفاوت داشته باشه، نباید به او اکتفا بشه و چه خوبه که هر شخص در امون شهری که قرار داره امون تقسیم اوقات هایی که از طرف مراجع و مراکز بزرگ علمی و دینی پخش میشه طبق اونا دستور و تقسیم اوقات روزه خود تنظیم بکنه. اولا حکم نماز تراویح بیان بکنیم که خود نماز تراویح طبق دیدگاه جمهور فقهای اسلام سنت مؤکده عینی می باشه که هر زن و مرد باید او اقامه بکنه و ای که باز به جماعت شرکت بکنن او سنت مؤکده کفایی می باشه. یعنی اگر عده‌ای به جماعت از همون منطقه به مسجد شرکت بکنن، از گناه ترک جماعت از سایر اهل محله ساقط میشه، ولی باز هم لازمه که به جماعت همگی شرکت بکنن و نماز تراویح که در این ماه مبارک رمضان اقامه میشه که فضیلت بسیار بالایی داره و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در وصف از اون میفرمایند که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که قیام شبهای رمضان رو بکنه که همان نماز تراویح می باشه، خداوند متعال به وسیله این قیام گناهان گذشته از اون مورد مغفرت خیش قرار میده. اما آن چیزی که باید دانسته بشه او تعداد رکعت‌های می باشه که در نماز تراویح خوانده میشه. ما چی تعداد رکعات می توانیم بخوانیم و باید بخوانیم؟ فقها
با استدلال به عملکرد صحابه و تابعین و چیزی که حضرت عمر رضی الله عنه به او امتصال نمود و او را انجام داد، با امتصال با فرموده و دستور و فعل حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند که جمهور فقها از جمله فقهای حنفی و فقهای شافعی و فقهای حنابله و برخی از فقهای مالکیه قائل به اینند که تعداد رکعات نماز تراویح 20 رکعت می باشه و خود حضرت عمر رضی الله عنه زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رحلت میکنن و وفات میکنن، تمامی صحابه جمع میکنه و به امامت حضرت ابی ابن کعب تمامی صحابه جمع میکنه و نماز تراویح اقامه میکنن و از زمان 20 رکعت خوانده میشد تا به زمانی که ما و شما فعلا قرار داریم تمامی امت از شرق و غرب نماز تراویح 20 رکعت میخوانند و جمهور فقها هم با عملکرد صحابه و تابعین استدلال کردند و طبق گفته و فرموده صحابه و تابعین عمل میکنند و اجماع امت هم برمی می باشه که نماز تراویح 20 رکعت خوانده بشه و نباید که از او کمتر خوانده بشه. البته آن چیزی که برخی استدلال میکنن که نماز تراویح 8 رکعت او قلمداد میکنن، او فقها میفرمایند که او قیام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز تهجد بوده، چنانچه که حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می باشه و حضرت عایشه روایت کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وتر 11 رکعت نماز میخواندن، او هم به نماز تهجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میکنند. بنابراین چه خوبه که در ماه مبارک رمضان، ماهی که یک نفل معادل با یک فرض می باشه، ما و شما کوشش بکنیم که تا می توانیم نفل های خود بیشتر بکنیم، از جمله نماز تراویح می باشه که او به جماعت خوانده میشه و فضیلت و ثواب بسیار بالایی داره. بنابراین هر چی تعداد بیشتر باشه ثواب از او بیشتر می باشه و کوشش بکنیم که صف وحدت امت اسلامی برهم نزده و طبقی که تمامی امت نماز اقامه میکنن تعداد 20 رکعت میخوانن، ما و شما هم به مو امتثال نموده و طبق مو پیش برویم. در رابطه به رفتن زنان به جماعات و شرکت کردن از اونها در جماعات بزرگ از جمله نماز عید و یا نماز جمعه و یا مانند نماز تراویح که آیا شرکت بکنند و یا نکنند، جمهور فقها با اساس عصر و زمان کنونی قائل به اینند که رفتن زنان به جماعات مکروه تحریمی می باشه، خصوصا زنانی که اونا به سن جوانی قرار دارن و احتمال از این هست که بالاخره در مسیر راه بالاخره دیگه افراد باعث فتنه و دوچار فتنه بشن. بنابراین رفتن زنان به نماز جماعت فقها میفرمایند که مکروه تحریمی می باشه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در حدیث میفرمایند که صلات المرأة فی دارها خیر من صلاتها فی مسجد قومها، نماز زن در خانه از او و در سرای از او بهتر از نماز از او در مسجد منطقه می باشه که در مسجد منطقه شرکت بکنه. و همچنین در یک روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا تمنعوا اماء الله المساجد، شما کنیزان الله مراد از او زنان می باشند، اونا از رفتن به مساجد من نکنین، ولی و بیوتهن خیر لهن، خانه هایشان برایشان بهتر می باشه. و این در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که چون او قدر فساد و فتنه موجود نبود در او زمان، بنابراین زنها می توانستند به طور راحت و خیلی راحت و آسان به نمازها شرکت بکنند. ولی بعد از او که هرچی از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فاصله گرفته میشه، فتنه و فساد هم بیشتر شده، لذا زنان باید نماز خود در خانه خود ادا بکنن و نماز از اونها طبق فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه هایشان بهتر می باشه از نماز از اونها در مسجد. ولی به هر حال اگر زمانی از شوهر خود اجازه گرفتن و به خاطر شوق و رغبتی که به نماز داشتن
و به خاطر شرکت در نماز تراویح و به خاطر پند و موعظه گرفتن اونا شوق دارن و میخوان به مساجد شرکت بکنن به نمازها، با اجازه شوهر خود میتوانن بروند، ولی و هم به شرط ای که زنان کهنسال باشن و ترک بالاخره زینت و اینا باشه و خوشبویی استفاده نشه و همچنین بی حجاب نباشن، با کمال حجاب و حجابی که شریعت مقدس اسلام به اونا الزام کرده با او لباس بیرون بشوند. در مجموع استفاده کردن مواد خوشبو مانند عطر و یا گلها که استشمام میشه از دیدگاه شرعی برای روزه رمضان و کسی که روزه‌دار می باشه کدام مشکلی نداره و شخص میتونه عطر استفاده بکنه و خوشبو استفاده بکنه و حتی برای یک مسلمان لازم هم هست که از بدن خود مراقبت داشته باشه و کوشش بکنه که هیچگاه بدن از بوی بد نداشته باشه تا اینکه خدای نکرده دیگرها از دست از اذیت بشه. و همچنین خود آرایش برای زنها در ماه مبارک رمضان کدام خللی در روزه ایشان ایجاد نمیکنه. البته هم مشروط به اینه که این آرایش برای شوهران باشه نه برای فرد دیگری. بنابراین اگر کسی در ماه مبارک رمضان زنی آرایش میکنه و بالاخره از مواد آرایشی به صورت خود استفاده میکنه برای روزه از او کدام مشکلی ایجاد نمیکنه. آدامس ها چند نوع می باشن. فعلا آدامس هایی که وجود داره او آدامس ها چون قطعات از او لذت و طعم از او در دهان باقی میمانه و بالاخره اونا به لعاب دهن یکجا میشه و فرو میره داخل جوف شکم شخص. اگر چنین آدامس های استفاده بشه باعث فساد و از بین رفتن روزه شخص میشه. ولی اگر آدامس هایی باشه که قبلا جویده شده و شیرینی از او باقی نمانده و کدام مزه و طعمی هم نداره، در این صورت میتوانه که او استفاده بکنن، کدام مشکلی نداره. خصوصا کسانی که به مشکل بدبوی دهان گرفتارن اونا میتونن استفاده بکنن. ولی به هر حال استفاده کردن آدامس برای مردان مکروه می باشه چون در این مشابهتی برای زنان می باشه و به خاطر از بین رفتن این مشابهت برای مردان مکروه که از آدامس استفاده بکنه. استفاده کردن از سیگار خود همچنین قلیان و یا چلم که بعضی مشهور در میان از اونا می باشه، استفاده کردن از اینا برای کسانی که اعتیاد دارن به این امور از لحاظ شرعی در حالت روزه باعث فساد روزه که شده چی حتی کفاره هم لازم میشه. یعنی اگر شخص در طول روز که روزه هم داره از قلیان استفاده بکنه و یا سیگار استفاده بکنه روزی از او فاسد میشه و بر او کفاره هم لازم میشه. کفاره که بعد از رمضان 60 روز پی در پی روزه بگیره و یا که 60 مسکین اگر توانایی نداشته باشه اونا رو قضا بده. بنابراین استفاده کردن از اینا صحت نداره و باعث فساد روزه میشه. و همچنین خود نسوار و یا سیتی که این موارد برخی جوانان استفاده میکنن، اگر شخص روزه‌دار باشه و در حالت روزه استفاده بکنه شرعاً روزه از او فاسد میشه به خاطری که ذرات او مواد با لعاب دهن یکجا میشه و داخل حلق شخص فرو میره، بنابراین باعث فساد روزه شخص میشه. مسواک ها دو قسم می باشه. یکی مسواک های سنتی می باشه که موجود در بازارها و تمامی مسلمان ها هم به او چون سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشه او امتثال میکنن و استفاده میکنن. استفاده کردن چنین مسواک های برای روزه‌دار هیچ مشکل شرعی نداره و حتی کار نیک و پسندیده هم می باشه.
ولی مسواک هایی که امروزه رایج شده که با خمیر دندان اونا استفاده میشه، از لحاظ شرعی در صورتی که به لعاب دهن یک جا نشه و فرو نره داخل حلق شخص، در این صورت روزه او فاسد نمیشه. ولی استفاده کردن چنین مسواکای با خمیر دندان چون نفوذ از او بسیار سریع می باشه، مکروه برای روزه دار و کسی که روزه داره و کوشش بکنه که او در شب استفاده بکنه، در مواقع سحری استفاده بکنه، در طول روز استفاده نکنه که خدای نکرده روزی از او فاسد نشه. در مورد تست کردن غذا در حالت روزه، فقها می‌فرمایند که شخص روزه‌دار افراد متفاوتن. برخی زنها اولاد دارن، اولادی دارن که کسی نیست غذا برای از اونا میده بکنه و یا که بالاخره وسیله یافت نمیشه که به غذا برای طفل خود میده بکنن و به دهان از او بکنن. خانم میتونه که به خاطر غذا دادن طفل خود همان غذا به دهان خود بجوه و بعد از اون به داخل دهان طفل خود بکنه و برای روزه از او کدام مشکلی نداره. همچنین کسانی که غذا پخته میکنن، خصوصا خانم ها که در خانه مشغول تهیه غذا می باشن، در صورتی که شوهران از اونا دارای اخلاق تند باشن و به بعضی از امور خیلی سختگیر باشن، در این صورت میتونه که غذا رو اندازه‌ای که نیاز هست بچشه تا اینکه بفهمه که شوری از او برابر هست، نمک از او برابر هست یا نه و کدام مشکل شرعی نداره. ولی در کل بدون عذر شرعی که اگر عذری موجود نباشه شخص غذا به دهن خود بچشه و یا که بالاخره چیزی بجوه ولی به حلق از او فرو نره او مکروه می باشه. در صورت چشیدن غذا اگر خیلی زیاد باشه، غذا از حد نیاز بیشتر به دهان خود بکنه که بالا به دهن از او یک جا بشه و به حلق شخص فرو بره، در این صورت روزه از او فاسد شده و باید او روزه قضا بیاره. ولی به اندازه‌ای که همو فقط نمک غذا و یا بالاخره غذا میده بکنه بعد از اون همو ذرات را از دهان خود بیرون بکنه کدام مشکلی نداره. یک قاعده هست که برای روزه‌داران هر چیزی که به داخل لعاب دهن یک جا بشه و به حلق فرو بره باعث فساد روزه میشه. لذا کشیدن دندان و یا پر کردن دندان و یا ترمیم کردن دندان و یا جرمگیری دندان در صورتی که طوری باشه که با لعاب دهان یک جا نشه و همون مواد به داخل حلق فرو نره، در این صورت روزه فاسد نمیشه و شخص روزه‌دار میتونه که در طول روز این کار را انجام بده، مشروط به اینه که همون مواد به داخل حلق شخص فرو نره. ولی به خاطر از اینکه احتمال هست این کار صورت بگیره و همون مواد و یا آب و یا خون بالا به دهان یک جا شده و فرو بره به داخل حلق شخص و باعث فساد روزه از او شخص بشه، لذا بهتره که این کارها در شب انجام بده و در طول روز بالاخره این کار نکنه.